تحریف آیه قرآن کریم توسط آخوند رافضی. بیگمان ما قرآن را فرو فرستاده ایم و قطعاً خود نگهبان آن هستیم. الله خود متکفل حفظ قرآن شده است و از جمله راه‌های حفظ کتابش توفیقی است که به این امت داده تا آن را در سینه خود جای دهند. این قرآن همان قرآنی است که بر قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است، بدون اینکه هیچ نقصانی در آن به وجود آمده باشد، همانطور که زیاده‌ای در آن رخ نداده است. لکن آخوندان رافضی به خاطر ترویج خرافات و بدعت‌های مذهب ساختگیشان راهی دیگر نیافتند جز اینکه بگویند که قرآن ناقص و تحریف شده است. به کلیپ آخوند منیرالخباز توجه نمایید که به باور تحریف در قرآن صراحت نموده، پیروان احمق خود را دستور می‌دهد که در خلال آیه نام علی و ولایت او را اضافه نمایند. آية هكذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين. آية هكذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين. أن عليا مولى المؤمنين. يقرأوها في ضمن الآية، إذا قرأوا القرآن يقرأوا هذه الجملة في ضمن الآية حتى يتضح تفسيرها. بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ای پیامبر، آنچه را از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است ابلاغ کن و اگر چنین نکنی پیام او را نرسانده ای و الله تو را از گزند مردم محافظت خواهد کرد، همانا الله قوم کافر را هدایت نمی کند. آری، اسلام دارای سند جاودان و همیشگی است که محفوظ از هر تغییر و نقصان می باشد. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. و به راستی آن کتابی ارزشمند است، باطل از هیچ سمت و سو در آن راه نمی‌یابد، از سوی پروردگار فرزانه ستوده فرو فرستاده شده است.